بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای گلم، گندم هستم و یه آموزش خیلی راحت دیگه در خدمتتونم. آموزش درست کردن یه نورخامه‌ای خیلی راحت و خوشمزه. برای شروع 2/3 پیمونه آب، 1/3 پیمونه روغن مایع رو داخل قابلمه می‌ریزیم، با هم مخلوط می‌کنیم و روی شعله متوسط گاز قرار میدیم. بعد از اینکه ریز جوش زد، خیلی سریع 3/4 پیمونه آرد قنادی رو بهش به یک باره اضافه میکنیم و خیلی سریع هم میزنیم تا مواد کاملا با هم دیگه مخلوط بشن. شعله گاز حتما ملایم باشه. بعد از اینکه با هم دیگه مخلوط شد، به این حالت خمیر رو باز میکنیم و اونو یه مقدار تفتش میدیم. به این مرحله داغ زدن هم گفته میشه. بعد از اینکه مرحله داغ زدن تموم شد، خمیر رو به یه ظرف دیگه انتقال میدید و بیکینگ پودر و وانیل رو بهش اضافه میکنید. مقدار بیکینگ پودر 1/4 قاشق چایخوری و مقدار وانیل هم 1/4 قاشق چایخوری. یه مقدار با همزن خمیر رو هم میزنید تا گلوله های خمیر از هم دیگه جدا بشه و بعد دونه دونه تخم مرغا رو اضافه میکنید و با همزن هم میزنید. سعی کنید حتما تخم مرغا مرحله مرحله و دونه به دونه اضافه بشه و حتما با همزن هم زده بشه که مواد کاملا با هم دیگه مخلوط بشن. بهتره که ما بین کار دیواره ظرفتون رو با لیسک دورگیری کنید تا همه مواد کاملا با هم دیگه مخلوط بشن. بعد از اینکه خمیر به این مرحله رسید، خمیر شما حاضر شده و اونو میتونید به دونه قیف انتقالش بدید و اونو حالت بدید و روی کاغذ روغنی قرار بدید. دقت کنید اگه از قیف پلاستیکی استفاده میکنید، حتما 2 لایه نایلون رو داخل همدیگه قرار بدید، چون خمیر سفته یه مقدار و اگه یه لایه پلاستیک باشه حتما پلاستیکتون پاره میشه. خمیر رو به داخل قیف پلاستیکی انتقال میدید و به کمک ماسوره اونو داخل کاغذ روغنی حالت میدید. ببینید به این حالت. بعد از اینکه خمیر رو با ماسوره حالت دادید، انگشتتون رو خیس کنید و روی این خمیر رو بزنید که اون نوک تیزشون از بین بره. اگه این کار نکنید، نوک خمیرتون وقتی داخل فر قرار میدید حالت سوختگی پیدا میکنه. حالا نونا رو داخل فر میذارید، دمای 180 درجه حدوداً 20 دقیقه قرار بدید و بعد نوبت به فرم دادن خامه قنادی میرسه. خامه قنادی رو داخل دمای محیط بذارید. وقتی که به شکل یه بستنی شل در اومد، با همزن برقی شروع به هم زدن کنید. هم زدن باید به صورت رفت و برگشتی باشه و داخل یه دونه نقطه همزن رو نگه ندارید، چون داخل اون نقطه خامه داغ میشه و دیگه فرم نمیگیره. حالا خامه رو داخل یه دونه قیف میریزیم، کف نونایی که سرد شدن رو سوراخ میکنیم و با خامه پر میکنیم. اگه دوست داشتید میتونید موقع هم زدن خامه بهش یه مقدار پودر کاکائو اضافه کنید و خامه شکلاتی داشته باشید و به همین ترتیب همه نونا رو با خامه پر میکنیم. خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر دیدید. خوشحال میشم اگه ویدیومو دوست داشتید اونو لایک کنید و نظرتون رو برام کامنت بذارید. اینم از نورخامه خیلی خوشمزه و راحت ما. بفرمایید نوش جان.